خیام گفت که ما لعبتگانیم فلک لعبت باز. اگر به جای فلک محیط گذاریم ما هیچگاه نه لعبتگانیم نه محیط لعبت باز. محیط لعبت بازی میخواهد لیکن فردیت ما مقابله میکنه. از این جهت اگر من تاریخ تشکل شخصیت خودم بگیرم، من در یک محیط به کمال رسیدم که پدر و مادرم بی سواد بودن، لیکن در عین زمان من نمیدونم این از کجاست. وقتی که من از مکتب و ابتدایی سر کرده به خواندن و نوشتن، حتی شغل ورزیدم و شوق پیدا کردم، اینها هیچگاه مثلا مقابلت نکردم، مساعدت هم نکردم. به این معنی که مثلا هر روز از درس بیام کار خانه که من تفتیش کرده چیکار کرده هیچ نپرسیدن. حتی پدرم تا مکتب تمام کرد نمیدونم من چندم چند بخونم، به این درجه. لیکن در عین زمان یک محیط آزادی بود، هیچ کس مرا به زوری اینکن اونکن گفته زیر تابعی به خود تابع کردن کوشش نمیکرد. و مثلا اگر من از پدر پول پرسم، هیچگاه پدر از من نپرسیده یگام بار که تو چیکار کردنی، با کجا این پول خرج کرد. شاید از این که از همون بچگی من این پول فقط برای کتاب خریدم. موارد است که من از کوچه اون چیزی در کاره اون بازیچه خریده نمیام، ولی سپید نمیخرم، حتی کتاب میخرم. بنابراین کم پول در کار. یا میگفت که من این مقدار پول حاضر قدرتم نمیرسه، یا زود برآورده میداد. این یک محیط آزاد بود. ثانی در محیطی که من بعد جنگ در شهرمون کلان شدم، این یک محیط از یک جهت اینم جهانبینی من به تاثیر کرده است. این همون محیطی که بعدا میگفتن اینترنشنالی، یعنی به شهر ما بسیار از مردمان برطرف شده آمده بودند، از چچن‌های و تاتارهای قریم سرکرد تا دیگر مردم. و ما بچه های سری بازاری نیمی عمرمان در باغ شهر گذشت، شب و روز فیلم های ترافی نیمی سال رو گرفته رو نمایش میدادن. ما اونجا شاخ درخت نشسته شب و روز تماشا میکنیم، فیلم های من بغدادسکی‌وار مثل همین. از این جهت هم آزاد. من تا ساعت 11 شب اون نوک درخت نشسته فیلم تماشا میکنم، نه پدر نه مادر نمیپرسید که کجا بودی. این آزاده.